هادی چوپان، مردی از جنس کوههای استوار ایران، داستان زندگیش پر است از سختی‌ها و تلاش‌هایی که شاید هر کسی در مواجهه با آنها پا پس می‌کشید. او مردی است که زندگیش را به یک مثال روشن از امید و پشتکار تبدیل کرده و نشان داده که هیچ مانعی نمی‌تواند رویای کسی را که از ته دل باور دارد متوقف کند. هادی در روستای آبدرم از توابع سپیدان استان فارس به دنیا آمد، جایی که زندگی برای بسیاری از مردم ساده و بی ادعا می‌گذرد. از همان کودکی سختی‌های زندگی در او ریشه دواند. او که از یک خانواده کشاورز بود، با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کرد، اما این شرایط باعث نشد که تسلیم شود. او همیشه رویاهایی بزرگتر از زندگی ساده روستاییش در سر داشت. بدنسازی برای هادی از همان نوجوانی به شکلی جدی آغاز شد. شاید در ابتدا هیچ کس تصور نمی کرد که این جوان روستایی بتواند روزی به یکی از بهترین بدنسازان جهان تبدیل شود. اما هادی باور داشت که هر کسی می تواند با کار سخت، اراده و ایمان به خودش به هدفهایش برسد. او هر روز با جدیت تمرین می‌کرد و گاه حتی مجبور بود از ساده ترین امکانات استفاده کند، چون تجهیزات حرفه‌ای در دسترسش نبود. یکی از زیباترین ویژگی‌های هادی روحیه جنگندگیش است. او هیچ وقت از موانع نترسید. حتی وقتی که در مسابقات بین المللی به دلایلی مانند محدودیت‌های ویزا یا شرایط سیاسی نتوانست شرکت کند، باز هم ناامید نشد. هادی این محدودیت‌ها را به عنوان چالشی برای تلاش بیشتر پذیرفت. این باور عمیق به خودش و مسیرش بود که باعث شد به قله‌های موفقیت برسد. لحظه‌ای که هادی چوپان برای اولین بار بر سکوی قهرمانی مستر المپیا ایستاد، تمام دنیا به احترامش ایستادند. این لحظه نه تنها افتخاری برای او، بلکه افتخاری برای تمام مردم ایران بود. اشک‌های او، حرف‌هایش و فریادش که گفت این قهرمانی برای مردم ایران است، قلب‌ها را تسخیر کرد. او ثابت کرد که حتی اگر از کوچکترین روستاها هم بیایی، می‌توانی به بلندترین جایگاه‌ها برسی. هادی چوپان نماد این است که هیچ چیز در زندگی غیر ممکن نیست. اگرچه او با دستان خالی شروع کرد، اما قلبش پر از ایمان بود. او فقط بدنساز نیست، هادی یک الهام برای تمام کسانی است که به دنبال تحقق رویاهایشان هستند. او نشان داد که مسیر موفقیت مسیری پر از سختی است، اما زیبایی این راه در گذر از همین سختی هاست. زندگی هادی چوپان پر از درس هایی است که هر کدام از ما می توانیم از آن بیاموزیم. او نه تنها به ما یاد داد که تسلیم نشویم، بلکه نشان داد که موفقیت واقعی زمانی به دست می آید که برای آرزوهایت از ته دل بجنگی. هادی چوپان، مردی که رویاهایش را زندگی کرد، الهام بخش همه ماست. تو جاده رویا بارد پاهای نو، زندگی نو پر از عشق و عزم نو، با هوش مصنوعی قصه های پرنور، همه همراه میشی در مسیر عبور. پای موفقیت راه